مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شما عزیزان و بزرگواران را باز هم در برنامه خود شما خوش آمدید میگویم. سخن از سیدنا عمر فاروق هست. در جلسه گذشته پیرامون محبت سیدنا عمر با اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، محبت سیدنا عمر با حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین، محبت سیدنا عمر با علی ابن ابی طالب و نقش سیدنا علی ابن ابی طالب در کنار سیدنا عمر رضی الله عنهما. روی این موضوع در جلسه گذشته بیان شد. حالا بحث پیرامون زندگی اجتماعی سیدنا عمر رضی الله عنه و اینکه از عقیده درست چگونه دفاع می کرد و همیشه در تلاش بود که خرافات و بدعات از جامعه دور باشد. سیدنا عمر رضی الله عنه چنان زندگی اجتماعی دارد که اگر ما شبها و روزها از زندگی دوران خلافت سیدنا عمر بگوییم، هنوز هم نمیتوانیم حق مطلب را ادا کنیم. زندگی اجتماعی سیدنا عمر فاروق چنان زندگی بود که با همه انس و الفت داشت، با اونهایی که زیر دستانش بودن، با رعیت خود. سیدنا عمر رضی الله عنه رعایت حال زنان و اطفال و غلامان و بردگان و موسفیدان را داشت. به هر کدامش به نوع توجه می کرد و توجهش این بود که ظلم و ستمی بر کسی صورت نگیرد و حق و حقوق هیچ یک از انسانها ضایع نشود. سیدنا عمر رضی الله عنه روزی از کوچه ها عبور می کرد و صدای یک زن را شنید که او ارتباط به شوهرش اشعار را میخواند
و زمزمه می کند. سیدنا عمر متوجه شد و پرسان و احوالش را گرفت و فرمودند که امیرالمؤمنین این زنی است که شوهرش در جهاد و مبارزه هست. خبر گرفتن که شوهرش در جهاد هست و این زن اشتیاق به شوهر و در دوری شوهر اشعار را می سرایید. سیدنا عمر رضی الله عنه می رود نزد ام المؤمنین حفصه دختر خود، پرسان می کند که یک زن تا چی مدتی می تواند دوری شوهر را تحمل کند؟ ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها می فرمایند که یک زن یعنی حد اکثرش 4 ماه است که دوری شوهر را می تواند تحمل کند. سیدنا عمر رضی الله عنه می آیند دستور می دهند که شوهر این زن چقدر می شود که در جهاد هست؟ فرمودند که ای امیرالمؤمنین مدت 4 ماه است. دستور دادند که او را بگویید که برگرده بیاید در مدینه در کنار زن و فرزند خود. و بعد سیدنا عمر رضی الله عنه دستور میدهند که هیچ کس از 4 ماه بیشتر در صفوف جهاد و مبارزه و اینها بیشتر نماند. سیدنا عمر میخواستند که او نظام اجتماعی و او کانونهای گرم خانواده به هم نریزد و به هم نپاشد. سیدنا عمر توجه خاصی به حقوق زنان داشتند. متوجه بیوه زنها، متوجه خانواده ها، متوجه فامیل های مجاهدین، فامیل های شهدا، متوجه مساکین، بینوایان و متوجه مظلومین بودند. طلحه بن عبیدالله میگوید که شب عمر را تعقیب کردم که نیمه شب کجا می رود. نگاه کردم که عمر روان هست به داخل یکی از کوچه ها و داخل یک خانه شد و بعد برگشت. فردایش طلحه بن عبیدالله میگوید رفتم سراغ اون خانه، نگاه کردم که یک شخص نابینا هست. از او پرسان کردم کی هستی؟ گفت من یک نابینا هستم، کسی را ندارم که خدمت مرا بنماید. ولی مدتی می شود یک شخص هر شب می آید، کار خانه را سامان می دهد و این خانه را جاروب می زند و ظرف و کاسه مرا مرتب می کند و پس بر می گردد. طلحه بن عبیدالله چی می گوید؟ خود را سرزنش می کند و می گوید مادرت به عزایت بنشیند، آیا عمر را تعقیب می کنی؟ سبحان الله. امیر المؤمنین عمر فاروق هر شب چون اون نابینا رعیتش هست می رود به مساعدتش و به کمکش. بنازم این همه عدالت و این همه غمخواری که نسبت به رعیت خود داری ای فاروق اعظم. زنی، چون بحث ما پیرامون زندگی اجتماعی هست، زنی آمد نزد حضرت عمر رضی الله عنه گفت که خوب یاد دارم که تو عمیر بودی و تو را عمر گفتند و الان امیر المؤمنین میگویند و الان امیر المؤمنین هستی. متوجه رعیت خود باش. شخصی که در کنار سیدنا عمر استاده بود که به نام جارود بود گفت ای امیر المؤمنین،
این کیست که چنین حرف میگوید و شما در مقابلش سکوت کرده اید؟ اجازه بدهید که من جواب این را بدهم. سیدنا عمر رضی الله عنه گفت بس کن. آیا نمیدانی که این زن کیست؟ آیا نمیدانی که الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها صدای این را شنید و جواب داد؟ این خوله بنت ثعلبه هست. این کسی هست که الله سبحانه و تعالی از فوق 7 آسمان به شکایت او پاسخ داد و این آیات نازل شد: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. سیدنا عمر چنین میزیست در اجتماع و در جامعه، در خدمت نابینایان بود، در خدمت فقرا و مساکین بود و در کوچه ها میگشت و صدای مظلومین را میشنید و اگر زنی در مقابلش استاده میشد حرفش را چنین گوش میکرد. برخورد سیدنا عمر رضی الله عنه با اشخاصی که سابقه نیک داشتن برخورد شایسته بود. متوجه اونهایی که اسلامشان مقدم بود و کارهای نیک و شایسته داشتن با آنها برخورد شایسته و نیکوتری داشت. خنسا که داستان و اون زن شجاعی که 4 فرزندش را در اسلام تقدیم کرد، که 4 فرزندش در جنگ قادسیه شهید شدن، سیدنا عمر رضی الله عنه دستور داد که برای خنسا حقوقی تعیین شود تا اخیر عمرش. این برخورد سیدنا عمر با زیر دستانش و زندگی اجتماعی سیدنا عمر. داستان اون صحابه‌ای که بارها و بارها شما عزیزان و بزرگواران شنیدید، عبدالله ابن حذافه، که وقتی اسیر رومی ها می شود هر قدر سرش فشار میارن که برگرده از این دین مبین اسلام، عبدالله ابن حذافه همه تهدیدها، همه شکنجه ها را قبول می کند، ولی یک قدم از عقیده خود و اندیشه و فکر اسلامی خود عقب نشینی نمی کند. داستانش طولانی است. خلاصه این که پادشاه روم دستور می دهد که تو این همه شجاعت و دلیری که داری، من از تو یک درخواست دارم، فقط پیشانی مرا ببوس، من تو را آزاد می کنم. عبدالله ابن حذافه می گوید اگر همراهانم را آزاد کردی من این کار را می کنم. پادشاه عبدالله ابن حذافه و همراهانش را آزاد می کند و عبدالله ابن حذافه پیشانی او را می بوسد. لحظه ای که عبدالله ابن حذافه این عمل را انجام می دهد اشک می ریزاند که خدایا من چگونه عمل را انجام دادم که پیشانی یک دشمن تو و رسول تو را من بوسه زدم. از این حرکت خود خیلی نادم بود و خیلی پشیمان بود و این خبر به سیدنا عمر رسید. هنگامی که عبدالله ابن حذافه وارد مدینه منوره می شود، سیدنا عمر چی دستور می دهد؟ عبدالله ابن حذافه آمده همه به استقبالش بروید. سیدنا عمر با اهل مدینه، با او اصحابی که در مدینه بودن، به استقبال عبدالله ابن حذافه قرار می گیرن و مقابل عبدالله ابن حذافه وقتی که به استقبالش می روند، سیدنا عمر اولین ملاقاتی که با عبدالله ابن حذافه دارد پیشانی عبدالله ابن حذافه را می بوسد و برای دیگران دستور می دهد که پیشانی عبدالله ابن حذافه را ببوسید که این کسی است که جان مسلمانان را از مرگ نجات داده است. این سیدنا عمر هست
زندگی اجتماعی سیدنا عمر هست. غمها را از سر دل رعیت خود دور می ساخت، رنجها را دور می ساخت. سیدنا عمر رضی الله عنه، خلاصه سیدنا عمر علاقه شدیدی نسبت به رفع مشکلات مردم داشت. تلاش میکرد تا مشکلات از دوش ملتش برداشته شود. توجه خاصی به بهداشت و سلامتی جامعه داشت و برای مردم نصیحت میکرد، حتی به انسانهایی که به گناه کبیره دوچار میشدن آنها را نصیحت میکرد و به قضیه امر به معروف و نهی از منکر تلاش فراوان و توجه خاصی داشت. و اینکه از عقیده چگونه دفاع میکرد و با مبارزه با خرافات چگونه حرکات داشت، بعد از یک میان برنامه انشاءالله بیان می شود. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ارتباط به زندگی اجتماعی سیدنا عمر اشاره خلاصه و مختصر داشتیم قبل از میان برنامه. حالا دفاع از عقیده اسلامی و مبارزه با بدعات و خرافاتی که در جامعه بود. قضیه سیدنا عمر رضی الله عنه که در مقابل حجر الاسود استاده می شوند و می گویند ای حجر الاسود، بدان که یک سنگی بیش نیستی. والله قسم اگر نمی دیدم که پیامبر تو را بوسه می زند هرگیز من تو را بوسه نمی زدم. این قول سیدنا عمر می خواهد این را نشان بدهد که این سنگی که بوسه زده می شود، حجر الاسودی که بوسه زده می شود، این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگر این سنگ برای انسانها نفعی نمی رساند، ضرری نمی رساند، مشکل را حل کرده نمی تواند. می خواهد سیدنا عمر عملا نشان بدهد که توحید چیست و یکتاپرستی چیست و این که انسان خالق خود را و معبود خود را بشناسد. همچنین مسئله قطع نمودن درخت، آن درختی که بیعت الرضوان
صحابه زیرش در سایهش نشستن و قرآن هم اشاره می کند لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. این درختی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه در بیعت الرضوان زیر اون درخت نشستن. بعد بعضی از مسلمان ها می رفتن زیر سایه اون درخت تبرکن یا می نشستن یا به لمس و به اینها قرار گرفته بود. خبر به سیدنا عمر رسید. سیدنا عمر دستور دادن که این درخت قطع شود. این درخت شاید به نسل‌های بعدی مشکلاتی را ایجاد بکنه که عقیده ها را فاسد بگردانه و انسان ها را از خدایشان محروم کنه و توجه بندگان خدا را به طرف خود جلب بنمایه. سیدنا عمر درختی که شاید بعدها سبب فتنه بشه او را برداشت. اگر نگاه کنیم قضیه قبر دانیال نبی که وقتی که فارس فتح می شود در یکی از شهرهای ایران، وقتی خبر به سیدنا عمر رسید که در اینجا قبر است که میگوین این قبر دانیال هست، دانیال نبی هست، یکی از انبیای خداست و مردم به اینجا غلو کردن و در اینجا مردم برای خود میخوان عبادتگاه جور کنن. سیدنا عمر دستور میدهد که 13 قبر در یک منطقه حفر کنید، 13 قبر بکنید و دانیال نبی را در یکی از این قبرها بگذارید و 13 اسیری که به چنگ شماست که اونهایی که شرارت اونها آنقدر شده که دیگه لیاقت و شایستگی زنده بودن را ندارن، اونها را هم به قتلهایی که اونها کردند به سبب آن جنایاتی که کردند اونها را بکشید و در اونجا دفن کنید که کسی نداند که قبر دانیال کدام هست و قبر این دیگر انسانهای عادی کدام هست و قبر اول که مشهور و مسما به قبر دانیال نبی بود او را ویران کنید. این برخورد سیدنا عمر به خاطر چی بود؟ تا اینکه انسانها قبر پرست نشن، انسانها توجهشان به غیر الله نشود و انسانها دچار خرافات و بدعات و شرکیات و کفریات و اینها نگردن. امروز ما چقدر انسانها داریم که به نام مسلمانن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میکنن، اما به کنار یک قبر افتاده‌اند و نعوذ بالله من ذالک حاجات خود را از او میطلبند، در حالی که به حضور پروردگار استاده میشوند، نمیدانند که هر روز میگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را میپرستیم و خاص از تو یاری میخواهیم. سیدنا عمر رضی الله عنه میخواست توکل انسانها را قوی بگردانه، توجه بندگان خدا را به طرف پروردگار عالم سوق بدهد. یکی از دستورات سیدنا عمر این بود که خالد ابن ولید باید از او سمتی که داره کنار بیاید. به خاطر چی بود؟ سیدنا عمر هنگامی که از وفات خالد ابن ولید میشنود، هنگامی که سیدنا عمر از مریضی خالد ابن ولید میشنود، غمگین میشود. در ایمان خالد ابن ولید، در شجاعت خالد ابن ولید، در او
همه خدماتی که خالد ابن ولید به اسلام کرده بود، سیدنا عمر شک و تردیدی نداشت و سخت محبت به خالد ابن ولید داشت. ولی این که خالد ابن ولید را چرا از سمت و وظیفه و پرچمداریش عزل کرد و کنار زد چی بود؟ چون هنگامی که خالد ابن ولید به هر غزوه‌ای که شرکت میکرد، صحابه میگفتن امروز پیروز هستیم، لشکر مسلمان ها میگفت امروز پیروزی هست، امروز فتح هست، امروز ظفر هست، چون خالد به همراه ماست. سیدنا عمر متوجه شد که این انسان ها توجهشان به غیر خدا شده، توجهشان به خالد هست، تکیهگاهشان خالد شده. متوجه ساخت که خالد یک فرد هست، یک فردی از این افراد سپاه هست. اگر این کنار بیاید و شخص دیگری بیاید پرچمدار لشکر مسلمین قرار بگیره، باز هم فتح و ظفر و پیروزی می آید. توکل یک مسلمان باید به الله باشد، توجه یک مسلمان باید به ذات اقدس الهی باشد، نه به این و آن. فتح و ظفر و پیروزی از جانب الله است. نمی شود که انسان به زور و بازو و قوتی که داره فتح و ظفر و پیروزی را از آن خود بگردانه. فتح و ظفر و پیروزی از جانب الله سبحانه و تعالی هست. به هیچ عنوان کسی نمیتواند عزت را از آن خود بگردانه تا اینکه الله برایش عزت بدهد. هیچ انسانی نمیتواند زور و قوت و بازو پیدا کنه مگر اینکه الله برایش قوت و زور و بازو بدهد. العزة لله و ان القوة لله جمیعا. همه اینها مال خداست. اگر عزت هست، اگر قوت هست، همه اینها از جانب الله سبحانه و تعالی است. سیدنا عمر رضی الله عنه این حرکاتی که اگر در مقابل حجر الاسود استاده شد و اگر آن درختی که بیعت الرضوان صورت گرفته بود قطع کرد و به این که قبر دانیال نبی را مخفی گذاشت و یا این که خالد ابن ولید را از او سمت و وظیفهش برکنار ساخت، همه به خاطر این که مسلمان ها عقیده درست، توکل درست و بالآخره انسانهای موحد و یکتاپرست و تمام فکر و اندیشه اونها طرف پروردگار عالم باشد. این تلاش سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به این که انسانها عقیده درست داشته باشند و تلاش سیدنا عمر این که جامعه اسلامی و امت اسلامی از همه خرافات، از بدعات، از هر نوع شرک و نشانه های شرک و علامات شرک و از هر نوع کفر و اعمال کفریه جامعه اسلامی باید پاک باشه و صاف باشه و بالآخره پرچم توحید لا اله الا الله باید درست و صحیح برافراشته باشه. این تلاش سیدنا عمر رضی الله عنه بود که انشاءالله پیرامون فتوحات، پیرامون مراکز فرهنگی که در زمان خلافت سیدنا عمر صورت گرفت، انشاءالله به برنامه بعدی اگر عمر باقی بود خدمت شما سروران عزیز و بزرگوار بیان می شود. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران را به خدای یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه
المعالي رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله